خدا جون مردم. الله شرمه. الله خدا جون. الله یکی پیدا شو من ببرم دکتر. الله جون شرمه. الله الله جون. الله خدا جون با مردم. الله جون. الله یکی پیدا شو من ببرم دکتر. الله جون. خدا جون. چه کاره برو؟ کچی چه کاره برو؟ ها؟ خیلی سرتو درد میکنه. آره من ببرم به دکتر جایی نشونده. گولی چیزی نخوردی؟ نه هیچی نخوردم. چطور کنم حال تو هم خیلی داری. بیا که تو رو ببرم بیا. بیا بابا قلبی بیا سر کن. شغل دارم خبر دارم. فشار تو برارم 2530. چربی تو هم به یکه. فشار سر تو به صبح 2530 برا. دکتر شما چی میگی؟ چی میگم؟ اصلا شما میفهمی؟ سر شما دکتری وا میشه. پس از چی وا میشه؟ خواهد وا میشه 2530 یعنی چی؟ ما البته تو بیتر میفهمی کاکا جو دیگه. دکتر شما پوره نمیفهمی. گردن رو بود سر شما وا نمیشه. تو میفهمی کاکا. اصلا اگه شما بفهمون به سر ما بندازیم و به دست قصه میشه فشار آدم سی میشه. چطور بدین دکتر سر؟ چیکار؟ فعال فشار میگون سر ما درد میکنه میندازم به سر ما این وقتی میندازم به دست میندازم تا سر ما فشار سر ما را سر میگیره. برار شما چه کاری شما نه؟ برارمه. خب برار شما سر درد میکنه 2500 cc فشار سر بالایه. جناب دکتر صاحب شما به کجا درس دکتری خونی که حالی فشار به سر میندازید؟ من به سراخ درس خوندم. ما کجا سراخ درس خوندم؟ چه درس میکنم من؟ دوباره برو کاکا بنویس کن برو کاکا برو. گردن رو من دکتر سر کلی اردو سکو برو کاکا برات کار خب برو. ببین چه من دکتری. برو قیق نکش برو کاکا. سر یواش پیش بالا میشه. آدم نافهمه بیا من دست میگه سرم درد میکنه سرم بتری قدم سر بالات فشار میدم به تسا به تاپ کافاتو بندازم به کجا بندازم؟ بچه دیگه تو مریضا نیاری به من که فایده نداره. مریضی بیا که حوصله داشته باشه. بیتر نشد. بیتر شد کامش. لالا این دکتری بود که من برده. خب من چی میفهمیدم دیگه که این نمیفهمه. سر اماس وا نمیشون. من چی خبردش کنم؟ میگم من سر ما درد میکنه حالا فشار من بسته میکنه به سر ما میگه سر تو باشه فشاری ببینم. من امودم برفتم که به تو یک نوشیدنی چیزی بستونم بیارم که دل تو به حال یک دم بیامدم که ببینم خودی به قال مقال افتادی. بسته کردم این حال فشاری که به دستانم اندازم فشار رو دم سی میکنم. این بسته کرده به کلمه که ما فشار کلی تو سی میکنم. این بیخی برای برود نمیفهمیده ای؟ اصلا دکتر میده. خوب شدانه برستیم بابا اونجا گفت مقصد تو خیلی شد. نه همه تکست دوای عملیات بیدی فرمون دواییه. سر تو بیتر بشد؟ خوبه. ها؟ خوبه. خوش
مادر پیرزن مریضه. چه کار شدم مادر شما؟ واقعا شما خیلی تعریف میکنم. زنده باشین، تعریف خود شما داریم برارم. چی گپای دیگه ما نوروز. شکر فضل خدا. علفار به کی میبریم؟ علفار هم گو. خب بسیار خوب بسیار خوب. گاوی داریم ها؟ بله. خوبه دیگه گوسفند هم داریم؟ یک چند تا گوسفند هم هست. بله. خوبه دیگه ساعت شما تیره؟ ساعت متیره واقعا ساعت متیره. خوبه باور کنین کسب خوبی داریم. چه کار کنیم دیگه؟ مثل ما دکتر صاحبه تاشون به جنجال مریض نیم. از ما شغل آزاده دیگه. راست میگیم باور کنیم ما نوروز. بله. یک مریض میره، یکی میایه، یکی بونه میگیره، یکی مچون یاد نداری، یکی یاد داری، یکی مچون دوام کجه، دوام گنده. اینا پاکستانی، اینا افغانیه، اینا چیه؟ کارا شما دردسره. شما خوب کسب راحتی داریم. انا اینا که میبرم خونه پیش گو گوسفندا نمیدن قرار بیغن دینر خیل میشه. خوبه. خود باغا اشتنی. خود باغا ولا خوب میوه داره. ما یک روز دعوت هم نکردیم بیایم به باغ شما. دعوت میکنیم چرا میکنیم؟ بیاین خیره باشه. با فیس نمیگیریم والده. خوبه. والده رو حتما بیارین که دیدن بکنم. به خاطر از اینکه هوا گرمه. بیشتر زنکا حالا میفهمین که توت میخورم، علو میخورم و بالاخره زردالو وقت دوغ و زردالو و توت اینا کمک انا مریضی به وجود میاره. انا شما ایت کاری بکنه حتما والده رو بیاریم بقصی فیسی نشیم بقصی. ساعت چند دیگه هستین شما؟ ساعت 1 تا 7-8 پیجه شو هستم. خوبه. تیار باشیم. کار خود نمیریم. اجی آقا اشتنا. خوبه. سلام زیاد بگی. و علیکم السلام. منتاب. اجی آقا شما یک وقت با من میگفتم گلک رد درس یلکو من میفهمیدم که پیار شما درس نخوندم من چون دیوسی رفتم چیز کردم من کار میکردم که من کم نخونم انا رو سعی کنیم ما به کجا رسیدم پیار شما به کجا رسیدم درسته؟ تیار باشین سلامت باشین حتما سلام برسونین و علیکم السلام زنده باشین میشه اگه شما نباشین شاگردا شما میفهمه دل خود شما میشه نبودین دل جمع باشون میفهمیم واسطه چی میگو واسطه که می همسایه هرچی اومدم پیش شما تعریف شمار کردم شما کنم گردن خود بسته کنید میگم دیگه زنده باش کجا بودی؟ علیکم بابا خوبه بخیره کجا بودی میگم؟ تا باغچه بودم میگم؟ بعد من زنگ زدن که بیا یک بیبی ببری پیش دکتر پول بدن که اونا رو ببرم پیش دکتر ببرم چیکار کنی؟ بیبی خب پیش دکتر ببرم بیبی خب پیش دکتر ببری؟ ما خود دکتر گپ زدم خود کدی دکتر؟ خود دکتر گله گله دکتر با کجای بابا اشتا گپ زدین چی گپ زدین؟ گپ زدم که والده بردا بیار حکیم اینجا که ببینم شما گله که بجام دکتر داره مردم خود تعریف میکنم بیدم برفتم پیش والی فشار با پام بسته کرده بود فشار صحیح میکرد بریم دکتر با کجای شما میگین مردم تعریف میکنن بابا دیگه ترجمه سایه خیلی بیتر که تعریف میکنم تعریف میکنم دکتر با کجای پول بدین که ببرم پیش دکتر حل ببرم پول بردا ببره نمیبرم با میه به طبق باغ میه شفتالو خورده میه به خاطر شفتالو خورده اگه میگم این دکتر خوبیه به طبق برو تو یک دفعه ببر یک نقطه دوای میده بره برو نمیبرم پیش از این چیکار نمیکنی پیش از این نمیبرم دکتر با کجایه میگم تو بچه من یا ما بچه تونو من بچه شمونم خب دیگه اگه میفهم من میفهمم دل مدد میکرد حال فشار با پام بسته کرده پام لا اله الا الله محمد رسول الله با من نمیتونم تاگوش عزیزانم چه تا گوش ما بزنه خب برو دیگه تو میگم بابا اون نمیفهمه اون دکتر با کجای پیش از اون نمیبرم پول بدن که پیش دکتر حل تو برو حالا پیشم ببره هم یک نقطه دو بگیره با خدا یک نقطه دو بگیرم میگم 10 نقطه دو برو گپ کم کن برو غیر گپ مفزنی خود به خود گپ زدم گفتم میام به شفتالو خوردم میام نقطه دوای برای ما تو مفته میدم بدون فیس و بدون بهره برده گفت با تو حالا پول بده که ما برم به دکتر ببرم
خانم دکتر فهمیدی تو همین همسایه هم به پیش تعریف میکنم از با توی چه شدی